این موتر مسافربری که طالبان مسافرانش را با خود بردند حوالی ساعت 1 پس از چاشت به هرات رسید و شمار اندکی از مسافران را که از دست ربایندگان نجات یافته بودند به این ولایت انتقال داد. از مسافران این موتر تنها همین مرد را یافتیم. او هم حاضر نمی شود در برابر دوربین با ما گفتگو کند، اما به ما می گوید که حوالی ساعت 7 صبح مردان مسلحی که لباس ارتش را بر تن داشتند یک تان که نیروهای ارتش را در برابر این موتر قرار دادند و مسافران را از این موتر پایین آوردند. این مرد می گوید که نخست این ربایندگان مسافران را به 3 دسته تقسیم کردند و یک دسته را که شمار آنان نزدیک به 30 تن میشد را با خود بردند. گریش مربوطاتی در ماجر بازار منطقه ورته وایي. ماجر بازار په منطقه کې مخالفین ورته دلیدلي دي. 18 کسان د سیاسو څخه راتا کړي دي. شماری از نزدیکان این مسافران به نمایندگی موترهای مسافربری در هرات آمدند، اما هیچ کسی به آنان پاسخی نمیدهد. آنها هم از سرنوشت مسافرانشان چیزی نمیدانند. در همین حال شورای ولایتی هلمند از بدتر شدن اوضاع امنیتی این ولایت ابراز نگرانی میکند. دغه کسان چې په کومه ساحه کې د دغو وسلوالو ډلو لخوا کښته کیږي، تقریبا په 100 متری کې یوه د ملي اردو لویه پوسته قرارگاه است. این مسافران در حال از شورای کندهار هرات ربوده میشوند که از سرنوشت 15 مسافری که نزدیک به 2 هفته پیش در شورای کندوز بغلان از سوی طالبان ربوده شدند تا کنون خبری نیست.